السلام علیکم بینندگان عزیز. شبکه آسیای مرکزی برنامه اطلاعاتیش را حسن آغاز می باشد. با شما در استودیو من بیک رحمانی قرار دارم و حالا براتون مهمترین سرخط اخباری روز را پیشکش می نمایم. نگرانی امنیستی اینترنشنال از احتمال شکنجه شدن بزرگمیریارف. دادگاه شهر استانبول محاکمه پرونده قتل عمر القوات را از سر می گیرد. نخستین نرم فراز برای آگاهی حقوقی نوسکران. چین در یاوان 3 کارخانه می سازد. رحمان و عبدالقادرزاده در روی خط مسلمانان معروف دنیا. امنیستی اینترنشنال سازمان بین‌المللی دفاع حقوق بشر از احتمال شکنجه شدن بزرگمیریارف در بازداشت‌ها اظهار نگرانی کرده است. در بیان این سازمان مصادره شدن سندهای ادوکاتی بزرگمیریارف دخالت غیرقانونی در رابطه محرمانه وکیل دفاع ارزیابی شده تاکید شده است که اتهامات اعلام شده علیه بزرگمیریارف به احتمال زیاد انگیزه سیاسی دارد. این سازمان بین‌المللی از مقامات تاجیکستان درخواست کرده است تا کفالت بدهد که یارف در بازداشتگاه مورد شکنجه و بدرفتاری قرار نمیگیرد. بزرگمیریارف رهبر کلیگ ادوکات‌های سپر که دفاع حقوقی بازداشتگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به ذمه گرفته بود، روز 28 سپتامبر برای بازپرسی با ریاست کارهای داخلی دعوت شده بود. 29 سپتامبر وزارت کارهای داخلی اعلام کرد که او را با اتهام قلابی و ساختارکاری بازداشت کردند. مقامات کارهای داخلی بزرگمیریارف را با آن متهم می‌کند که با راه قلابی از شهروندان مبلغ‌های مخصوصاً کلان پول را تصرف نموده است. امروز دادگاه شهر استانبول ترکیه محاکمه پرونده قتل رهبر گروه 24 عمر القوات را از سر می‌گیرد. در این باره به رادیو آزادی منابع نزدیک به جریان تفتیشات پرونده قتل عمر القوات در ترکیه خبر داده است. همچنین این منبع گفته است که در این مجموع در این پرونده دست کم 6 نفر می‌گذارند، ولی به دادگاه تراز سلیمان قیوموف احضار خواهد شد. قیوموف ساکن 32 ساله نایب واسطه تاجیکستان میباشد که با همدستی در تهیه سوءقصد به جان قوات و ایبدار میشود و از ماه مارس در استانبول در بازداشت قرار دارد. داستان جنایت‌های تروریستی و سازمان رفته شهر استانبول قبلا گفته بود 5 گمانبر دیگر در این پرونده توانستند از ترکیه فرار کنند و نقش آنها در قتل قوات به صورت علاوه محاکمه خواهد شد. منبع رادیو آزادی گفته است که تفتیشات 2 گمانبر اساسی در قتل قوات را مشخص کردند، ولی هر دوی آنها توانستند بعد قتل این رهبر مخالفین تاجیک به روسیه فرار کنند. دقیقاً این نفرانی هستند که شب 5 مارس هنگام برونشتن از منزل سلیمان قیوموف در محله فاتحه استانبول با عمر القوات تیر خالی کردند. با نقل این منبع هر دو گمانبر اساسی شهروندان تاجیکستانند. یک از آنها بهادر نام داشته است. آنها با آن ایبدار میشوند که از خیلی قبل به استانبول آمده تهیه چند ماه نقش سوءقصد با عمر القوات را کشیدند. با آدمان زیاد روا داشتند و به این دلیل مقامات بعد کشته شدن قواتوف تقریبا 20 نفر را مورد بازپرسی قرار دادند. بنا به ادعای این منبع مقامات ترکیه 2 گمانبر اساسی در قتل قواتوف را از طریق اینترپول تحت جستجوی بین‌المللی قرار داده است، ولی پیدا کردن اسم آنها در روی خط افراد تحت تعقیب اینترپول میسر نشد. عمر القوات قبل از کشته شدنش همراه با همسر و 5 فرزند و چندی از یاران نزدیکش در استانبول در انتظار بررسی درخواست پناهندگیش از سوی اداره پناهندگان سازمان ملل متحد به سر می‌برد. تنها بعد کشته شدن رهبر گروه 24 به زن و فرزند او در یک از کشورهای قاره آمریکا مقام پناهنده دادند. تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی شهروندی برای بلند برداشتن سطح آگاهی‌های دعوت شوندگان به خدمت حربی برنامه را برای تلفن‌های امر راه اندازی کرده است. گفته می شود که توسط این نرم فضا کاربران تلفن‌های هوشمند می توانند مشورت‌های حقوقی رایگان بگیرند. برنامه مذکور برای تلفن‌های اندروید آماده گردیده است و در آن معلومات برای زبان تاجیکی و روسی جای داده شده است. همچنین این نرم فضا دارای کتاب‌ها با نام‌های کتابچه سرباز، کتابچه بقیه‌گیری ابتدای حربی، کتابچه دعوت شونده می باشد. خاطررسان می شویم که دعوت خدمتچیان حربی امسال طبق فرمان پرزیدنت از 1 اکتبر آغاز شده است. بر اساس سازشنامه میان تاجیکستان و شرکت چینی جونگسای مایرسمنت در ناحیه یاوان 3 کارخانه بنیاد خواهد شد که سرمایه عمومی این طرحها به 145 میلیون دلار آمریکایی برابر خواهد بود. در نظر است با این سرمایه در ناحیه یاوان کارخانه‌های سمنت براری با توانایی استحصال 1,200,000 تن محصولات در یک سال
گچ-کارتون 1 میلیون متر مربع و خلطهای سیمنتی 80 میلیون عدد قامت راست کنند. ناحیه یاوان در مقایسه با نواحی ولایت در بخش صنعت پیشرفت کرده، در این ناحیه در دوران شوروی کارخانه‌های از این فعالیت می‌نمودند. پرزیدنت تاجیکستان و رئیس شورای علمای کشور بر روی خط 500 نفر مسلمانی با نفوذی سراسری جهان شامل گردیدند. فهرست نوبتی مسلمانی معروف دنیا زی مسلم 500 2016 را روزی پنجشنبه مرکز اسلامی تحقیقات استراتژی شایگری عموم با دستگیری مرکز حسن تفاهم مسلمانی و خریستانی به نام شازده ولید در چهارجان به نشر رسانید. این روی خط از سال 2009 اما سال به چاپ میرسد. ضمن معرفی امان رحمان مؤلفان گزارش قید کردند که او از سال 1993 منصب رئیس جمهوری تاجیکستان را به عهده داشته، انتخاب دوباره او در سال 2013 تاکید نمودند. قید می شد که امان رحمان مراسم حج را ادا کرده از سال 2007 از پسوند سلاویانی آف در نام نسبش دست کشید. در رابطه با سید مکرم عبدالقادرزاده گفته می شود او راهبر مسلمانان تاجیکستان است که اساساً جانبدار رویه سنی اسلامند. مقام اول در روی خط مسلمانی آبرومندترین جهان را شاه اردن عبدالعید ابن الحسین کسب نموده، خادم دینی رویه سنی در مصر شیخ احمد محمد الطیب زینه دوم، شاه عربستان سعودی سلمان ابن عبدالعزیز زینه سیوم، آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران زینه چهارم را اشغال نمودند. در این روی خط والا حضرت شاهزاده کریم آقاخان چهار پیشوای اسماعیلیان جهان که در فرانسه اقامت دارند در مقام 40 قرار دارند. همچنین در این فهرست نامناسبی دیگر سران کشورهای راهبران سطح‌های گوناگون از قبیل پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور احمد دولت‌آغلو، پرزیدنت آذربایجان ایلهام علیف، ترکمنستان قربانگلی بردی محمدوف، چچنستان رمضان قادیروف، مفتی ازبکستان عثمان علیموف و دیگران نیز ذکر شدند. یادرس میکنیم که سال 2012 پرزیدنت تاجیکستان امان رحمان به این روی خط شامل گردیده، در روی خط سال 2013 رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محیدین کبیر ذکر یافته بود. در فهرست سال گذشته نمایندگان تاجیکستان حضور نداشتند. این بود چند خبرهای مهم روز که براتون پیش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خداحافظ.